نم نمی شب‌های به پایان او، گریه ها از دیدگانی جان او، تا غم و اندوه امت کم شود، کم نمی شد اشک سرگردان او، کم نمی شد اشک سرگردان او. هر نفس از حق عفافم خواسته، صبحها با فکر من برخاسته، درد من. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. عید قربان به همه شما مبارک باشد. اپاهای عزیز، خواهرای مهربان، دوستان عزیز، به همتون عید قربان رو تبریک میگم. مرحمت کنین، نه روزی عید خانه ما بیاین در اینجا باشه. ما در میدان آشکد هستم. پیش عید قربان گفتم یک دهن آش صدقه کنیم. بیرون در آشکد هستم. خیلی پگودم همه خیلی گرمه. خانه در باشه نون پختستم، کلچه همه خمیر کلچه گرفته بودم. روزا که گرم است گفتم که خیلی کلچه نکنم، همه رنگی نون بره کلان کلان پزم. در اینجا باشه اینمی برنج ما آش میکنم، فقط به نهایت برنج خشروی. دختر ما باشه پیش همین دخوفکه دست شناندم که وای نکنه نونا نسوزد. تا ما میدان اومده نه نونا را نگاه کرده بشیده پیش دخوفکه تا آخر نواره با ما باشه. عید مبارک. هدیه رب تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید مبارک. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت، تسلیت بر روز خار. اینجا باشه نمی پاکیتو در آشا گرفتم و یک تاینون ماندم بلاشته. ما برامدیم خونه آشا را تقسیم میکنیم و با میم ابرد خونه. دوستان عزیز، این ویدیو روز شنبه یک روز پیش شما در کمتر سیانکه کردم. بسیاری میپرسین. به نهایت تریتوری ما دوستان عزیزم خیلی گندم و زرد شده اومده. ماهای اوگوست سپتامبر وی درام میکردن، امسال نمیدونم. این روز جمعه دوستان عزیز. این راه خانمانه هم خیلی به طرف جنگل بین هم خیلی راه کمتر شما را سیونکه کردم. وی مایده چایده ایدی نگرفتیم و فقط همی کمتر کار داشتیم، کارمون نبود کردیم و مگزینا در اومدیم. همی چی های در کاری ما نگرفتیم، نه برای تورت چی در کار های چی در کار نیست. همی چی های که مده در کار بود پیش عید همش خریدیم. اکفای پختپز میشم نصیب کرده باشه. نبینین دوستان عزیز، گندم ها چه زرد چیده اومدین. به حد گندم های خوشروی. همی وقتی گندم ها را میبینید در هوای تاجیکستان در یادت میرسه. در جمع روی ویدیو من تشکر هستم برای گپ زده بودم در ماشین ده آوازی موزیکا بلند گفتم افترسکی نقفه گفته بعد آوازه کشتم. همه خیلی هوا گرم، سحر کتی اگر نروید یگون چه خرید نکنید به نهایت گرم.
اینجا مغازین در آمدیم کودکودا شلوپکا گرفتم شلوپکای درونی خانه پوشاکشون بیزه پشته بود بیرون دمه پوشیدن گفتم خیلی او را بیرون پوشا کنین برای درونی خانه دا پوشیدن همی کلیدارو که همش پول خالیه برای خانه پوشاکشون شلوپکا گرفتم این سایی پشک جا باشه در مغازین رو به سایی به؟ چاکا نشنین سگا دست نرسو نه گازم دست نرسو لاسینکای خشرو برای دخترکا چند سنی باشه اینجا بچه هم کپکا دیبر کدسته کپکایی که میاره میگو هم تنهاشن دیگو کدسته میگه ما کپکای اچتیریه چیه میگه وای بده هوای میگیرم یک تا گرفته محقول نکرده گوتاش گفته که خیلی گیرده کنگی باید کپکای دیگه گرفت راستی کتی گوده که مایده یا چی هم گرفته نمیشه خریده نمیشه اینجا مغازین پبیده آمدیم اینجا نظر دیگر مغازین ها ارزان تره او دفعه آمدیم اما خیلی سبزی قیمت بود 100 چند روبل بود سبزی نبود تمام شده بود این دفعه هرچی آمدیم سبزی پر با ارزان شدگی 1 کیلو سبزی نه جای من نشان میتیم 79 روبل باشه میقدر بهت بار بسیار آوردیم اینه وای لالچوی نرازوی گرفتم خیلی مدام خیلی لالچو میغلطه برای که من لالچو نمیمونه شوهرم گرفتنی برای میگه که قا گرفتگی مقصد روی کردن میتونین چون میتونی گرفته گفته نرخ 1 کیلو سبزی 79 روبل کپوس 29 روبل اینم خیلیستون عزیز لالی نگرفتم لالی هم کمی میکنه گفته یاد پاچکا نرازوی گرفتم با این مغازینی سویتافورای همین نزدیکه که هم پبیده ده چند قشل ما اومدگی نبودم راستی 2 ماه شد 3 ماه شد گفتم یا راهم بینم 55 بود 98 بود این کاسا چند باشه 36 روبل 56 روبل ایلایچه 36 ایهاش 38 پارکینسون چی باشه برای ریتونه کتاش کتاش 174 روبل این برای استوا اینجا باشه مغازینی که دیروز قدر اومدیم لوی راه بود شوهرم گفت چیزی میگیره اینجا بگی تمام آخران مغازین راست میگردیم خونه میره شیری بودک میگیریم اینجا ما نوتریلون تمام شده بود گفتیم یکون عمود دیگه بگیرم چند عمود شیر دادستم شد یکم بار نان دادم نان نفورید نوتریلون فورید شد یکش نیفتم حوزی چی گرفتم مالوتکا گرفتم مالوتکا یک ایشم بتونم که پاپروید کنم که چخل نیسته راستی من حوزی کودک ما یکم بار دختور نبردم هم دختور قشلاق دا یک بار دو بار بردم دیگر نبردم حوزی مالوتکا گرفتم بعد یک کس نویسته بود یک خواهره که ای دختور گذارانده گرفتین یا که همه خیلی گرفته استین نه دوستانی از این من پیش خودم گرفتم یکم برای دختور نرفتم مالوتکا گرفتم شه ای دفع گفتم که خیلی اگر که خشرو خره همین شیر دمیستم دیگه علیش نمیکنم شه حوزی اکر وای ندادم شه یه بار دادم خیلی خورده اکوزی بعد یک شناس گفته که شیر علیش نکامیتش بته که خشرو خورده هوا گرفته دادن گیر کودک 3 ماه شده جونا گرفته سبب که شیراش علیش کدستی گفته هم خیلی گفت نصیب باشه مالوتکا را دادن گیر مگر که فوری دکشه دیگه علیش نمیکنم من خیلی دوستان عزیز کارامو نابود کردیم طرفای خونه نصیب کردگی باشه
جمع صورت گرفته بودیم اویلوی، باید صورتمون سپارم. همون در رحمان کردیم، خونه همشینوس مونده دادیم صورت رو، برگشتیم خونه. اینم خیلی عزیز قریب رسیدیم. این تریتوریای ما ده فقط همی زمینای کلان گندم و جو و اویوس هم خیلی میکرن بعد میفروشن. دوستان عزیز در پناه خدا باشین، خداوند نگهبانتون باشد، رحمت که ما را دستگیری میکنین، سخنهای بهترین می نویسین. تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتون باشد. مرحمت کنید یک بار دیگه این خانه ما ایده بیاین همه کسا. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشین.